نه دیگه هر پسرم مثل خودتم. ببین تو خیلی پررویی. نه دعوا. یکم آداب معاشرتتون میدونی خیلی بازه. مشتاق تو نیستی؟ مطمئنی؟ وقتی صله رحم اتفاق میفته 9 ماه بعد و اینا دیگه خلاصه دیگه خودتون میدونید دیگه در واقع. سلام، سپی سفری هم به چنل خودتون خوش اومدید. بچه قبل از اینکه ویدیو رو ببینید منو حمایت کنید که کلی ازتون انرژی خوب بگیرم و براتون کارهای خفن‌تری آماده بکنم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و از اون مهمتر چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارم بزنید که وقتی ویدیوی جدید میذارم نوتیفیکیشنش براتون بیادش. آقا عاشقتونم، بزن بریم ویدیو رو ببینیم. میدون کتاب؟ بفرمایید. ممنون. سلام. خوب هستی؟ ممنونم. خود میدون کتاب میخواد؟ بله. چرا؟ کار دارم. بله؟ کار دارم. آها نه فکر کنم اصلا از اونجا جای دیگه میخواید بگید. من مشکل ندارم، میتونم برسونمتون. نه ممنون. اگه با کسی قرار دارید مثلا میتونید کنسل کنید، مثلا من به جای ایشون بیام برسونمتون در واقع. چی تو خودت دیدی؟ بله؟ چی تو خودت دیدی؟ شما چی دیدی؟ من خیلی چی تو من این که خوبه، نقطه خیلی مهمیه که خانم‌ها جذب میشن. شما جسا سینگلی؟ بله. خیلی هم عالی. ولی قصد رابطه ندارم با آدم حمل. شما چند سالتونه؟ من 24 سالم. چه عالی. ولی پایین‌تر میخوره بهتون. خوب موندم، غم و غصه نداشتم. خدا رو شکر. تو این دور زمونه عشق نمیمونه عاشق نه، ولی تو این دور زمونه واقعا کم پیش میاد کسی غم و غصه‌ای نداشته باشه. و اینکه پس چرا کسی به شما سگ انگار کسی به شما پا نمیده انگار کلا. شما مثل من سینگل موندی. سینگلی بد دردیه خانم، میدونم. نه اوکیه، من دوستش دارم. جدی؟ خب بالاخره یه زمانی شما هم جوان دوست داری وارد یه رابطه‌ای بشی، یه زندگی رو تشکیل بدی. نمیشه که همیشه بمونی تو خونه بترشید. نه دیگه هر پسرم مثل خودتم. همه دیگه رو سوار میکنن. خب دیگه یه سال خدا وکیلی، یعنی دخترها اینطوری نیستن؟ نه. یعنی دخترها هیچ کدومشون ناجوان مردانه رفتار نمیکنن، هیچ کدومشون یهو نمیرن با یکی دیگه، همشون خوبن؟ نه همشون نه، ولی خوب هستن. خوب توشون پیدا میشه. تا الان چند تا رابطه فاب داشتی شما؟ 2 تا. این آخریه که کی کات شده که دیگه بعدش نخواستی با کسی باشی؟ چند ماه میشه. چند وقت باهاش بودی؟ 1 سال. 1 سال با طرف بودی؟ بعد تو این 1 سال با هم دیگه چیز هم کردید؟ اسمش چیه؟ مثلا دعوا و اینا با هم داشتی؟ ببین تو خیلی پررویی. نه دعوا میگم با هم دیگه داشتی نداشتی؟ ممنون میشم همینجا من پیاده کنم. خانم خب دارم میبرم میرسونم. من کلا عادت دارم آداب معاشرت داشته باشم و بتونم ارتباط بگیرم. اون صله رحم یکم آداب معاشرتتون میدونی خیلی بازه. بالاخره خانم تو این دور زمونه واسه خیلی ها اینطوریه بازه. ولی خب بد که نیست. من میخوام حوصله طرف سر نره. یه آپشنیه که من به عنوان یه راننده در نظر گرفتم. خواهش میکنم. ولی خب روی هزینه هاش اضافه میشه دیگه، حالا در جریان باشید. ولی یه سوال واسه من پیش اومده الان، شما یعنی واقعا من خوشت نیومده؟ نه. ولی همون اول که نشستی تو ماشین من احساس کردم از این آدمای خیلی مشتاقی. مشتاقم باشم، مشتاق تو نیستم. نیستی؟ نیست. مطمئنی دیگه. یعنی تو تهش من پا نمیدی. آخه همه همینو میگن ولی تهش پا میدن، نه به من ولی به کلا اینطوری که این دور زمونه ثابت کرده.
چی شد کات کردی؟ خب 1.5 سال با این طرف وقت گذاشتی با هم کلی. اینا یه سری چیزای خصوصیه جزء زندگی شخصی خودمه، لطفا دخالت نکنید. نه من برای این که خودم یاد بگیرم میخوام خودم یاد بگیرم که توی روابط آخه میدونی اسمت گفتی چیه؟ اسمم نگفتم بهتون. خب میشه الان بگی؟ شما میتونید خانم کبیر صدام کنید. خانم کبیر. کبیر. شما کبیری؟ بله. آها. بله. خب حالا اسم کوچیکتون هم میتونم بدونم؟ سکینه هستم. نه به سکینه نمیخوره. سارا. اشکال نداره من سارا خانم صداتون کنم دیگه. اشکال داره دیگه. سارا خانم بهتون میگم دیگه، این که خیلی محترمانه و قشنگ‌تره. خب بفرمایید. سارا جون من یه سوالی واسم سارا جون شد. خب یه سوالی واسم پیش اومده. سگ به من پا نمیده و من دارم از درون میپاچم، یعنی واقعا دوست دارم. خب منم تو این سن و سال دوست دارم یه رابطه‌ای داشته باشم، یه فابی داشته باشم، ولی نمیدونم چرا به من کسی پا نمیده. میخوام ببینم شما به عنوان یه دختر دلیلش تو چی میبینی که نمیتونی کسی به من پا بده و نمیتونم یه جوری رابطه برقرار کنم و دلم میخواد این کار داشته باشم. چون حوالی نه اونی که من به شما گفتم مشتاقی، ولی کلا دلیل واقعیش. خب آقا من یکی خوشم میاد باید بهش بگم خوشم میاد دیگه، باید ازش مخفی کنه. اصولش چیه؟ من شاید اصولش رو بلد نیستم، میشه شما به عنوان یه جوون راهنمایی کنید؟ اصولش اینه که سخت با دست بیای، بعد تو رابطه سطح تو بذاری و وقتی تو رابطه ای با کسای دیگه تیپاتاک نداشته باشین، زیر و رو. خب من واقعا اینطوری هستم که با کسی ارتباط نداشته باشم اگه با کسی وارد رابطه بشم. خیلی تو اجتماعی. خب دنبال اینم که با اینکه اوکی بشم، بعد از اون اجتماعی واسه اون طرف فقط میمونم، یعنی با کسی دیگه نیست. 2 دقیقه بذار طرفو بشناسی بعدم. مثلا الان شما منو نشناخته وقتی اینقدر خوشت اومده، خب چه اشکال داره منم مثلا اگه خوشم میاد بهش بگم من خوشم اومده نیومده قشنگ خندات معلومه. ای خدا اونی که می‌خواستم گذاشت دامن من. نه من مشکلی ندارم، حالا یه ذره بیشتر بشناسم احتمال اینا فکر میکنم به اوکیو میدم، ولی میخوام اینو بهت بگم چی شد. شما اوکی به من بدی؟ میخوای با هم دیگه همزمان اوکی بدی؟ نه ولی خب معلومه خوشت اومده دیگه، غیر از این داستان چیز دیگه نمیتونه باشه. درست میگم؟ نمک هم ولی نمک و بامزه. خب خدایی قبول داره این یه پوان مثبت توی رابطه هست، یعنی مهمه دیگه. رابطه‌ای که همش توش دعوا باشه، جنگ به اعصاب باشه، اصلا ندارده. فهمیدی؟ الان دلیل این کات آخر چی بوده؟ میخوام ببینم مثلا روی چه چیزی حساسی ها، یعنی از اون میخوام به این برسم. درسته چیز شخصی، ولی میخوام از اون به این برسم که شما سارا خانم رو چه چیزی حساسی، ببینم من اونطوری هستم یا نیستم رو درست بهت بگم. ای بابا یعنی نمیشه ما یه نفر ببینیم بگه خیانت، یه این جمله خیانت رو نیاره دیگه قدیمی شده خیانت. الان مثلا چه میدونم طرف میگه نمیشه مثلا یه بار بگید مهاجرت کرده، یه بار مثلا بگید فلان اتفاق افتاده، همیشه خیانت باید باشه؟ یه سال بوده دیگه تکراری شده. همون 1 سالی که با شما بوده، تو همون 1 سال هم هر روز داشته خیانت میکرده؟ هر روز نمیکشه. اماهای اول، اماهای آخر. بعد خیانتش در چه حد بود؟ مثلا چت داشت میکرد؟ آره زیر رو کشیدن. بعد امکانه اینو نداشتش که مثلا شما بخواد یه آوانس دیگه بهش بدی؟ نخواست. یعنی اون نخواست. اگه میخواست شاید میدادم. خوشش نیومده بود. شاید میگم اون خوشش نیومده. یه سال اگه الان برگرده بگه من آدم شدم یه فرصت دیگه بده، باید فرصت رو میدی؟ خب چون نسبت به من بیشتر اونو میشناسی دیگه. یعنی الان بخوای انتخاب کنی، من انتخاب کنی یا اون انتخاب کنی که بگه من قول میدم درست شده باشم و توی که نمیشناسم انتخاب میکنم ولی اون انتخاب نمیکنم. مطمئنی؟ آره چون یه بار دیگه این اشتباه کرده دیگه. نه ازدواج این بخت‌گشا هم صله رحم انجام میدم. آره میگشایم. بعد باعث میشه چی؟ وقتی صله رحم اتفاق میفته 9 ماه بعد و اینا دیگه خلاصه دیگه خودتون میدونید دیگه در واقع. قدمت پس خیلی. دختر یا پسر؟ چی؟ بچه؟ آره کلا میخوام ببینم چه فازی شد. بچه‌ای نیست شما. اصلا کلا بچه دوست نداری؟ نه. خودتون بچه. نه حالا الان نمیگم کلا. کلا دختر. بعد جسارتا شما با این پسری که 1 سال خورده‌ای بودید چیزام کردید با هم دیگه؟
مثلا تنها بشید و اینا با هم میخواید چیز کنید. خصوصیه دیگه. خب نه میدونم اسمش چیه، مثلا میخواید با هم بشید گیم بزنید و اینجور حرفا. خب اینم مثلا ارتباط خوبم داشتید دیگه خصوصیه دیگه. نه خب اینم گیم و اینا هم داشتید با هم، مثلا چه میدونم بشینید اسفامیلی بازی کنید، مثلا اکیپی برید بیرون بخواید با هم یه بازی دست جمعی بکنید دیگه، این خصوصی نیست. خب اینم با هم خوب بودید بالاخره تایمایی هم یا نه؟ آره تایمای خوب بودیم ولی حالا اینجوری که تا میگم نه دیگه حالا. البته من که بعید میدونم، چون ببین تو این دور و زمونه این اتفاق باید بیفته. بالاخره گیم هم یه جور نیازه که هر انسانی داره. آقا هر انسانی نیاز به تفریح و سرگرمی داره دیگه. برای همین ما باید منکرش شد، شما هم نباید منکرش بشین. گردن بگید دیگه، گردنگیری احساس ما هم خراب. خیلی اگه سالم بود که همون اول تو رو گردن بگیرم. درستش میکنم. یه مکانیکی خوب میشناسه. من اسمم سپر. میخوره دیگه به هم. آره. سپهر و سارا. آره. دوست داری؟ حالا اسم دختره رو چی بذاریم؟ میتونیم اسم اونو هم بذاریم. چی دوست داری خودت؟ چه چیزی به ذهنت میرسه؟ نمیدونم. مثلا اسمشو بذاریم هستی. نه دیگه اولش باید 3 داشته باشه. خب وسطش 3 داره دیگه. اولش بذار همون سکینه خوبه؟ سکینه هم خوبه. خودت چه اسمی رو پیشنهاد میدی؟ بخوام ببینم خودت. من خودم که میگم هستی، چون اسم هستی رو واقعا دوست دارم. نکست هستی بود؟ نه ولی نکس هم میتونه هستی بود. چیز کلا سارا میشه. نه نکسم سارا میشه. نه کلا هستی رو اسمشو دوست دارم. به خاطر همین دوست دارم اسم بچه‌مون هستی باشه اگه موافق باشی. اسم قشنگیه دیگه، هستی و جهان و فلان و بسار. اوکی؟ چند ساله داره؟ چند میخوره؟ 75. نه من 77. یعنی 27. نه اوکی به هم میخوریم. به هم میخوریم. برای هم میتونیم چیز کنیم، یه زندگی خوب درست کنیم. البته اگه شما بخوای اوکی باشی حتی میتونیم برای هم. من فکرامو میکنم کی بخواد برای هم. چقدر باید زمان بگذره که اجازه بدیم برای هم بتونیم مثلا تصمیم بگیریم و بستگی داره با آدم، به کیفیت رابطه، به آدمش. من واقعا وقتی وارد رابطه میشم سعی میکنم خیلی مطلوب باشم، نه صفر بگیرم نه سخت بگیرم، خیلی طرف راحت لذت ببره طرفم. یعنی همونطور که من دارم لذت میبرم ایشون هم لذت ببره. شما شل میکنی؟ من بعضی وقتا من شل میکنم، بعضی وقتا کمک میکنم اون شل کنه، اینطوری لذتش بیشتره دیگه. در واقع قبول داری؟ پایه هستی دیگه که مثلا شل کنیم چیز با هم دیگه اوکی بشیم. من فکر میکنم دیگه بش. خب کی جواب قطعیشو بهم میدی؟ نظرت چیه که الان بریم بشینیم مثلا اون جایی که میخوای بریم میدون کتاب حالا نمیدونم با کسی هم اگه قرار داری اونو کنسل کنی، همون میدون کتاب یه ذره بریم جلوتر، اوپالو بریم بالا بشینیم بالا یه غذایی بخوریم و با هم صحبت کنیم. اوکی. الان من کنسلش میکنم. جدی؟ آره. فقط میون این کنسل کردن یه خواهش داشتم، این شماره منم بزن یه تک بنداز. باشه. آره اول شماره منو بزن 0912 ببینم. خب خیلی زنگ. فقط یه سوال سارا جان، الان ما هم دیگه اوکییم ولی کلا میخوام اینو بدم، گفته بودی پا نمیدی و خوشت نیومده و چی شد؟ چی شد این اتفاق افتاد درونت؟ با مزه خوش میگذره باز. یعنی فقط به خاطر با مزه بودن؟ نمکی. ولی من مرد زندگی هم هستم و یعنی یه کاری میکنم قدرت رو حس کنی توی زندگیت. همیشه پشتتم. خدایی تو هر شرایط قول میدم پشتت باشم. اوکیه. اگه تو هم اوکی رو بده، من از این به بعد خیالم راحت باشه دیگه با سارا هم همیشه پشتش باشم مثل کو، یه جوری که قدرت رو حس کنه. یه وقتایی هم بذار من پشتت باشم، شرمندت نشی. شما که همیشه تاج سر من هستی،
ولی شما کنار من باشی من بیشتر لذت میبرم. بذار من پشتت باشم. اوکیه؟ اوکی. خیلی عالی. پس بریم اوپال. یه درصد اگه ایکس چیزی زنگ بزنه اون وقت چه اتفاقی میفته؟ من این خیالم از این بابتم راحت بشه، مثلا خود بک بزنه و فلان بسا. نمیدونم جوابت بهش چیه. فعلا که نمیتونه. حالا یه آدم جدید حتی بهتر بیاد، کلا میخوام شخصیت رابطه‌ای تو بدونم، و یه آدم جدید و بهتر از سپر بیادش بهت پیشنهاد بده، جوابت بهش چیه؟ جوابم بهش اینه که تو رابطه‌ام. خب حتی که از سپر بهتر باشه. شما میگم تو رابطه‌ام. ماشین خفن‌تر. میتونه دوست معمولی باشه. خب دوست معمولی بعضی وقتا ممکنه مثلا اون دوست پسری که میاد پایین اون دوست معمولی بره بالاتر و اتفاقات بهتری باهاش بیفته. احتمالش میشه دیگه. احتمالش هست. خب تو اگه خراب نکنی چیزی و این اتفاق نمیافته. ولی یه چیز حالا چون داریم وارد رابطه میشیم من نباید چیزی رو از دوست دخترم مخفی کنم دیگه. دو تا نکته هست. چی؟ نکته‌ای هم که میخوام بهت بگم اینه که نکته اول من واقعیتش تو رابطه‌ام. اوکی. ما مشکلی با این موضوع ندارم. اوکی؟ آره اوکی. بالاخره خب یکی میاد جدیده، صمیمی‌تر میشه باهات، اوکی‌تر میشه، از اون میزنه بالا. بله. خب باشه، با این که حالا مشکلی نیست، فقط یه نکته دیگه، من اصلا مسافرکش نیستم. از چی؟ من توی فضای مجازی چه اینستا چه یوتیوب چه جای دیگه فعالیت میکنم و حالا ویدیوهای فان درست میکنم. حالا ویدیوهای فان هم منظور دوربین مخفیه و جسارتا الان هم داشتم ازت دوربین مخفی میگرفتم. این جعبه دست مقایسه رو بیا جلو ببینی، نوره رو میبینی؟ شت در بیار اینا نظری ها. چرا نظری؟ در خیلی چیزای بد بود. حالا اون چیزای بعدشو ازش حذف میکنه. دوست دختر ببینه؟ دوست دخترم که باید ببینه، اون در جریان همه چیز هست. یعنی تو پاره نمیشی من پاره میشم؟ نه شما قرار نیست اتفاقی بیفته دیگه، شوخی بود دیگه. یه وقت یه حرفی چیزی هم زدم به دل نگیر، واقعا میخواستم فام بکنم این داستانو توی این شرایط و توی این وضع و اوضاع یکم لبخند رو لب مردم بیادش. نه بابا چیز بدی هم اونچنان نگفت. نه ناراحت شدم. اون چیزی که حالا تو ذهنت بود اومدی گفتی دیگه، چیز بدی نگفتی که. یکی پیدا کردیم اینا میشه سیده. ای بابا اگه اوکی باشی من حالا میتونم جزو گزینه‌ام نگرت دارم بعدا. آب نمکی؟ حالا تو سام سینگلی تو ادامه میدی دیگه میبینی. آره او شاخلاری میشه. ولی بابت این که اجازه بدی این ویدیو رو من توی یوتیوب و این اینستاگرام پخشش بکنم میخوام که یه لایک به این دوربین ما نشون بدی. خیلی هم عالی. یه وقت چیزی گفتم ناراحت نشی. اوکی. و اینکه ممنونم. من الان یه ذره جلوتر به این کتاب میرسونم.